من سوالم اینه، چرا هیچکس درباره تنوع محصولات فیک صحبت نمیکنه؟ چرا همه جا میگن این فیک محصوله، این اصل محصوله، در صورت اینکه یه مدل فیک وجود نداره و چندین مدل فیک وجود داره که درجه یکاشون واقعاً با اصلشون مو نمیزنن. از جعبه‌هاشون که اصل، بو، رنگ، نوشته ها، حتی برجستگی نوشته ها مو نمیزنه با اصل. من 1 ماه پیش توی جنوب 18 میلیون روتین پوستی خریدم و متوجه شدم همشون فیکن. با اینکه من به فروشنده توضیح دادم، گفتم من پوستم حساسه، اگر محصول فیک بزنم پوستم به هم میریزه، باید دوباره چند سال من درگیر باشم که درستش کنم و تازه یه ذره من اینجا مشخصه داره خوب میشه و نباید که چیزی به صورتم بزنم که فیک باشه چون ریاکشن نشون میده. کامل توضیح دادم، تک به تک چیزا رو با هم دیگه بررسی کردیم و در آخر باز هم همه محصولات فیک بودن. یعنی یک ذره وجدان ندارن بعضیا و براشون مهم نیست و با تمام این توضیحاتی که من دادم باز هم به محصول فیک دادن. حالا من با همه اون جریاناتی که پیش اومد که خیلی طولانیه تونستم یه مقداری از پولام پس بگیرم، ولی واقعاً حواستون باشه واسه خرید لوازم آرایشی و روتین پوستیتون از جای معتبر خرید کنین، چون که واقعا پوست شوخی نداره و این محصولات فیک هم معلوم نیست دارن با چی درست میشن و چه آسیبی قراره به پوستتون برسونن. فروشنده هم که متاسفانه همشون نه، خیلی هاشون ذره وجدان و شرف ندارن و حداقل حواستون باشه از جای معتبر خرید کنین.